بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، از ابو ذر غفاری رضی الله عنه و ارضاه روایت است که گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از پروردگارش الله تبارک و تعالی روایت کرد. الله تعالی گفت که یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار و انا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لكم. الله تعالی میگوید ای بندگانم، شماها شب و روز گناه میکنید، شب و روز خطا میکنید و من باشم گناه ها را میبخشم. و انا اغفر الذنوب جمیعا، و من تمام گناه ها را میبخشم. فاستغفرونی اغفر لكم. و شما از من طلب مغفرت پرسید، من گناه های شما را در نتیجه میبخشم. یعنی از من طلب مغفرت پرسید، امر است از جانب الله تعالی. الله تعالی ما را امر میکند که و گناه های ما استغفار پرسیم. وعده میدهد که گناه های ما را میبخشد. ای الله، گناه تمام مسلمان ها را مغفرت کن، گذشتگان آنها و باقی مانده های آنها را. پروردگارا، در این روزهایی که در استقبال بهترین ماه ها قرار داریم، از فضل و کرمت پرسان هستیم که گناه های ما، پدران و مادران و آنهایی که حق آنها بر ماست و جمله مسلمان ها را مغفرت نما. الله تعالی در این حدیث ما را به پرسیدن مغفرت امر کرده است و وعده داده است که گناه های ما را می بخشد. و بسیار مناسب است که پیش از آمدن ماه مبارک رمضان بنده به گناه هایش توبه کند. بنابراین امام نووی رحمت الله علیه گفتند که التوبه واجبه من کل ذنب. یعنی از علما نقل کردند، گفتند که علما گفتند که توبه از هر یک گناه واجب است. یعنی بنده باید به هر یک گناه علاهیده توبه کند. واجب است، حتمی هست که بنده به گناهش توبه کند. بعد از آن گفتند که فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمی فلها ثلاثة شروط. اگر گناه بین بنده و بین الله تعالی باشد، به حق آدمی دخل ندارد. بنده الله تعالی را گناه کرده باشد، سه شرط دارد. احدها ان یقلع عن المعصیه. شرط اول این است که از همون گناه به پرگی دور شود، باز ایستد. خیر نه که گناه را دوام داده ایستاده سو با توبه، نه. شرط توبه این است که از همون گناه کنده شود و پرگی. و ثانی ان یندم علی فعلها. دوم این است که پشیمان شود. اگر کسی پشیمان نشود و گوید که مقصد در همان وقت بسیار مناسب بود، لازم بود، نگوید، پشیمان شود به گناهی کردهش. این دوم شرطش. و ثالث ان یعزم علی الا یعود الیها ابدا. نیت کند، قصد کند، یعنی نیت جزم در قرارت قلبش قصد کند که گشته تا آخر عمرش با اون گناه باز نمیگردد، یعنی اون گناه رو تکرار نمی کند. بعد از آن گفتن که فإن فقد احد الثلاثه لم تصح توبته. اگر یکی همین سه شرط گم شود، توبهش صحیح نمیشه. بنابراین کوشش کنید برادرها، هر گناهی که تا امروز صادر شده بود از الله تعالی مغفرت پرسید. این سه شرط ها را اجرا کنید، الله تعالی گناهایتان را میبخشد. الله تعالی توبه پذیر هست، تواب است، توبه را قبول میکند. لیکن و این كانت المعصیه تتعلق بآدمی فشروطها اربعه. اگر گناه به حق آدمی تعلق داشته باشد، شرطش 4 تا است، نه 3 تا. یک زیاد میشه. هذه الثلاثه
یعنی این 3 شرطی که در بالا گذشت اون 3 شرط هم اجرا میکند. و ان یبرأ من حق صاحبه، از حق آن آدمی که حقش را پایمال کرده است پاک می شود. فإن كانت مالا او نحوه رد، اگر مالی کس را خورده باشد، حق کس را خورده باشد، اونو برمیگردانه به صاحبش. و این کان حد قذف، اگر تهمت کرده باشد یا مثلا زده باشد، ظلم کرده باشد، از او امکانیت میدهد که او حقش را گیرد یا اینکه از او طلب عفو میکند که مرا ببخش، که مقصد من حقوق تو را پایمال کرده بودم. و اگر غیبت باشدم طلب حلال پرسد، حلالی پرسد، یعنی ما تو را غیبت کردیم و ما را ببخش. یا اینکه بعضی علما در مسئله غیبت به تفصیل تر صحبت کردن، گفتن که اگر نقل کند که ما تو را غیبت کردیم، گفتو احتمالی در قلب اون آدم بدبینی نسبت این پیدا می شده باشد، نگوید که ما تو را غیبت کردیم، نگوید، و فقط در همون مجلس هایی که غیبت کرده بود برایش ثنا فرستاند، یا اینکه گوید که ما ناحق در حق ایشان گپای نادرست گفتیم، الله تعالی ما را و اون کس را مغفرت کند، واقعا شخصی خوب است. گفته صفتهای نیکش در همون مجلس هایی که صفتهای بدش را ذکر کرده بود صفتهای نیکش را ذکر کند. بعد از آن گفتن که و یجب ان یتوب من جمیع الذنوب، واجب است که بنده به تمام گناه ها توبه کند عند اهل الحق. و اگر فإن تاب من بعضها صحت توبته عند اهل الحق من ذلك الذنب و بقی علیه الباقی، اگر از بعض گناهاش توبه کند بعضش باقی ماند، گوید که مثلا ماه مبارک رمضان آمد، از همین روز اعتبارا دروغ نمیگوییم، از ترازو نمیزنیم، حق مردم را نمیخوریم، لیکن ناسکشی را ترک نمی کند، مثلا سیگارت کشی را ترک نمی کند، میگن که توبهش صحیح است از همون گناهایی که توبه کرد. و بقی علیه الباقی، اون گناهایی که توبه نکرد اونو باقی میماند گناهش. و قد تظاهرت دلائل الكتاب و السنة و اجماع الامه على وجوب التوبه، در حقیقت دلیل های قرآن، سنت و اجماع امت بر واجب بودن توبه فراوان است. این سخن را امام نووی در کتاب ریاض الصالحین خود گفتند.